همیشه از نیکی به پدر مادر میگفتم. امروز خواستم یه چیزی برعکس بگم. سخاوت و بخشندگی پدر مادر هیچ ربطی به داراییشون نداره. یه پدر داریم موجودی حسابش به 100,000 تومان هم نمیرسه، اما دلش نمیاد یه بستنی خودش تنها بخوره، دلش هم نمیاد همون یه بستنی تو دل بچهش بمونه. اما یه سری پدر مادر هم داریم میلیارد خروار ملک رو ملک دارن، اما تو جوونی به بچه‌هاشون نمیدن. یعنی بچه‌هاشون تا جوونه باید حسرت زندگی خوب داشته باشن. بابا از جیبت هر چی داری ببخش. نمیخواد مثال بزنی فلانی نگاه بچه‌اش هیچی ندارن چرا تو ایراد میگیری. هر چی داری از همون سخاوت ببخش. یه آدم میشناسم مولتی میلیاردره، واسه هر نوش که دنیا میاد یه خاور میخره میذاره تو سنگ معدن که تا بزرگ شدن اینا به نون نوایی برسن. یه آدم هم میشناسم قسم خورده تا زندن 1 ریال به بچه‌اش نرسه. ارزشش چی داره؟ به خدا شما جز امانت داری تو زمین هیچی نیستین. به بچه‌هاتون بخشنده باشین.